داداش شما پرورش اندام کار می‌کنی؟ نه من پرورش اهداف کار کنم. داداش اینو چجوری بزنم؟ داری اشتباه می‌زنی. هر کی برنامه غذایی تمرین زیر نظر قرار جمع می‌خواد بیاد دایرکت. چیه به چی داری داد می‌زنی؟ خب تو باشه همه داد می‌زنن. مردم زیر وزن داد می‌زنن نه تو رخکن. به نظرت بهتر نیست که از شهریه ماه اول بگذری بعد کاتو دعا کنی؟ سیش. تو الان دقیقاً با کی مشکل داری؟ هر روز صبح استوری دلخوری و انگیزشی می‌ذاری؟ من الان دارم باشگاه میام کل دنیا مقابل من. به نظرت از چه دستگاهی استفاده کنیم که دخترها جذاب بشن؟ از دستگاه خودپرداز بیرون باشگاه. قندم واسه کردم. آفرین باری کلا موقع وزن زدن بدنتو بشنو. بدن تو بشه چی؟ یعنی بهش گوش کن این چی میخه؟ چی میخه؟ میگه برو خونه بخوابیم. یک روز یک چوب کبیر داره بدنسازی میشه گرز. گل بالا. بهتر نیست به جای کارا بری بدنتو بسازی؟ گاته بخور. اما ماشاءالله داداش همش خودتی باری کلا. واقعا همش خودشه؟ نه بابا همش موی اول کنم گوش در میاد نگاه. گوش در میاد. اگه همون موقع که اومدی گفتی قایق کدوم پارو دادم دستت الان واسه قیافه نمیگرفتی. راست میگم بدن سازا بدنشونو با آمپول میارن بالا. تو هم بتونی با آمپول همچین بدنی بساز. حالا همچین بدنی هم که نداری. خیلی بد گفتی. داداش یک برنامه تغذیه به من نمیدی؟ داش تو هرچی گیر داماد بخور از سوء تغذیه داری میمیری. گیرم که قند در زندگی حذف کردی با اصلی مثل من میخواد چیکار کنی؟ اک او ای او ان گش اف اش او ا یک روز تو باشگاه هالتر بزن حال نداشتم تر زدم. داداش شما نشال همونطوری یا چیزی هم بخوری؟ نه شاله داداش